3 تا از گرونترین جدایی‌های دنیا. شماره 3. روبرت موردوک، بزرگترین غول رسانه‌ای، توی سال 1999 بعد از 32 سال زندگی مشترک با آنا از هم جدا میشن. یه ضربه خیلی بزرگی به روبرت میزنه و مجبور میشه تقریباً 7 میلیون دلار بپردازه. شماره 2. جف بزوس، صاحب آمازون، بعد از 25 سال زندگی مشترک با همسرش مجبور میشه که از هم جدا بشن. تو سال 1919 مجبور میشه که 36 میلیارد دلار به همسرش بابت تقسیم اموال بده و یه ضربه خیلی سنگینی میخوره و یکی از گرونترین طلاقای دنیا رو رقم میزنه. و اما گرونترین طلاق دنیا میرسه به بیل گیتس و همسرش ملیندا که بعد از 27 سال زندگی مشترک مجبور میشن که از هم طلاق بگیرن. تو سال 2021 با مبلغ 73 میلیارد دلار ناقابل گرونترین طلاق تاریخ رقم میخوره. نظر شما چیه؟